در قلب چابهار، جایی میان تاریخ و فرهنگ، مردم با دستان خود فستیوالی را زنده می کنند که روایتگر اصالت و زندگی است. اینجا بازار قدیم دوباره جان می گیرد. چابهار، این سرزمین آفتاب خورده و دریا دیده، بار دیگر بوی عطر بازار می گیرد. اینجا چابهار است، جایی که خورشید به بازار قدیمی سلامی دوباره می دهد. دستهای مهربان زنها دور و دیوار را با رنگ و پارچه زنده می کنند و بوی ادویه و لبخند در هوا می پیچد. فستیوالی در راه است. استرس وارد شد، شروع کنیم. وای چرا اینجوری؟ ببین بده تو خیلی بزرگه ولی خب الان دورش نه خدایی قشنگ شد، خواستم اذیتش کنم. انتزاعیه گل بزنم. اسپری اگه سری نزنی خراب میکنه دیگه. خراب میکنه بعد برای این خانم شوندم. خسته نباشی عزیزم. متشکرم. کوچه های بازار باریک، صمیمی و پر از قصه های گفته و نگفته. دیوارهای گلی هنوز صدای خنده های قدیمی را به خاطر دارند. رد پای کودکی ها کنار رد پای زنان و مردانی است که با دل کوچه ها را جارو میزنند برای آمدن مهمان. هر پیچ این کوچه ها راهی است به دل تاریخ، به دلی که هنوز برای بازار قدیم می‌تپد. بازار قدیم دوباره زنده شده، با کوچه هایی که لبخند میزنند، با دل هایی که هنوز بلدن عاشق سنت باشند. چابهار با تمام سادگیش یادآور چیزی است که هیچ وقت نباید فراموش بشه: ریشه، مردم و زیبایی در دل خاک. خسته نباشی آقا. اینجا هر کسی یه تکه از داستان بازاره. پیرمردی که هنوز با دقت حسیر میبافه، زن جوانی که لباس سنتی تن دختر کوچکش میکنه. همه میدونن فستیوال فقط یه جشن نیست، یه عهد نانوشته است با گذشته، با خاک، با مردم. مردی آرام کنار دیوار ایستاده. دستهایش بوی رنگ میدهند، بوی خاک، بوی ریشه. او نقش نمی کشد. او خاطره ها را از پوست و خونش بیرون می کشد و آرام روی دیوار می نشاند. هر خط ادامه یک نسل است، هر رنگ انعکاس هزاران نگاه. دیوار آینه‌ای می شود برای بیننده تا نه فقط ببیند که احساس کند آنچه این مرد دیده، زیسته و هنوز با خود دارد. ما زیاد تمیز نیست. خیلی هم عالیه. من فیلم میگه من دیمه اکسان
نگره یا الان دست تو سیان hani dil begar mı? دیر بده هرچی دیر بده هرچی دیر بده هرچی ها دست تو برنا داری که ولی باتی نقش‌های سنتی بلوچ پر از رنگ‌های گرم و دلنشینند. سایه قرمز و زرد از آفتاب، سبز از شادابی زمین و آبی از دریاهایی که همیشه در کنار مردم بلوچ بودند. این نقش‌ها داستان‌ها را بی کلام می‌گویند. با هر خطی که می‌چرخد و هر دایره‌ای که به هم می‌پیوندد یادآور میراثی است که به نسل‌ها منتقل می‌شود. و امروز همین نقوش در دل دیوارهای چابهار مثل صدای نسیم از گذشته به گوش می‌رسد. طلاق میدن و با بچه کجا میری؟ پیرزن‌ها با دست‌های پر از قصه و عشق در کنار سفره‌های رنگارنگ منتظر مهمانانی هستند که دوباره بازار قدیم را زنده می‌کنند. این غذاها تنها غذا نیستند، اینها طعم زندگی هستند. من ساکن همینجام دیگه، به من گجری نگو، ساکن همینجام. من بلوچ نیستم، ساکن اینجام. بچه‌های بلوچ با لباس‌های رنگی، رنگ‌هایی که هر کدام دنیایی از زندگی و سنت رو در دل دارند. دست‌های کوچک پر از شور و هیجان و پاهای کوچکی که به زمین خاکی می‌زنند. بازیگوشی در نگاهشان برق می‌زند، اما در همان نگاه شرم و حیا هم موج می‌زند. لبخندهایی که پشت چشمان پر از معصومیت و بازیگوشی مخفی شده و هر قدمی که برمی‌دارند انگار دنیای بزرگی را کشف می‌کنند. ساده‌اند چون زندگیشان ساده است، اما رنگ‌های زندگیشان پر از زیبایی و زندگی. این آقا شیطون، به عمو هم نگاه کن. کن کن آفرین. کن کن بخند، بزن قدش. دمت گرم، خسته نباشی. در این بازار هر کسی با هر سنی یک گوشه از کار رو میگیره. کودکان با دستهای کوچک در کنار مردان و زنان بزرگتر در حال یادگیری، در حال مشارکت، در حال ساختن. پیرمردها با دقت دست به کار میزنند و قصه ها را به نسل‌های جدید منتقل میکنند. زنان در کنار هم با دقت و علاقه
رنگ‌ها را به زندگی می‌آورد و در هر گوشه انگار تاریخ دوباره زنده می‌شود. این همکاری، این همدلی داستانی از نسل‌های گذشته و آینده است. اینجا هیچ کس تنها نیست. همه کنار هم با عشق به گذشته و امید به آینده بازار قدیم رو دوباره می‌سازند. چه چهارم برده تو من یالا ما دیگه نه من واش زاده تو کسی چه هیچ ندانه که مچا نه نه ماشا خیلی قشنگ شده، دمتون گرم. خیلی مونده عزیزم. دختران با لباس‌های رنگارنگ مثل گل‌های بهاری در کنار یکدیگر می‌ایستند. لبخندهایشان مثل نور خورشید در دل کوچه‌ها می‌درخشد. دست‌های کوچکشان آرام به دور کمر پیچیده می‌شود و در آغوش دوربین لحظه‌های ناب کودکی ثبت می‌شود. سیتون بلو آنها نه تنها لحظاتشان را به یادگار می‌گذارند که بخشی از تاریخ و فرهنگ خود را در قاب عکاسان به جا می‌گذارند. لباس‌هایشان با نقش‌های سنتی همچون داستان‌های بی‌کلامی هستند که از گذشته می‌آیند، از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند. این عکس‌ها نه تنها خاطرات که نشانه‌هایی از رویاهای آینده‌اند. دختران بلوچ امروز در قاب عکس‌ها، فردا در دل تاریخ خواهند ماند. انشالله که موفق باشه، شاهد موفقیتاش باشی. دختر خوشگل با لباس خوش رنگ قشنگش. بعدی که بعدی نه دیگه دوباره منم عزیزم. شیطون تو خیلی شیطونی. امین جون از این دوست من سما نمیگیری؟ سما خانوم
آقا بشین اونجا از این عکس بگیر. سلام. از بازار قدیم داریم می رویم. پس از گذشت دقایقی حس می کنم که اینجا جزئی از ما شده است. مشغله های روزمره هرچند که ما را به سوی خود می کشانند، ولی دل در اینجا، در میان دیوارهای قدیمی، در این بازار پر از رنگ و زندگی جا مانده است. نمی خواهیم برویم، چرا که اینجا هر گوشه‌اش پر از خاطرات و انرژی هایی است که دیگر هیچ جا پیدا نمی شود. پاهایمان می رود، اما دلمان هنوز اینجا مانده. این خداحافظی فقط از لحاظ جسمی است، چون روح ما همیشه با این بازار، با این مردم، با این لحظات خواهد. خسته نباش. میام عزیزم. نه. پاسی از شب گذشته و هنوز در بازار قدیم همه در حال آماده سازی‌اند. مردم پرتلاش با دستان خسته اما پر از امید برای فردا، برای فستیوالی که باید زنده شود، با شور و اشتیاق آماده‌اند. در حالی که شب آرام آرام به پایان می‌رسد، کودکان با چشمان پر از شوق برای بدرقه ما می‌آیند. لبخندهایشان مانند نور ماه در شب به دلهای ما گرما می‌بخشند. آنها نمی‌خواهند ما برویم، اما می‌دانند که این لحظه ها لحظاتی از زندگی هستند که در دل همه ما باقی خواهد ماند. و وقتی صبح می‌آید، فستیوال همراه با زحمت‌های شبانه و نگاه‌های امیدوارانه به زندگی جان خواهد بخشید. خدافظ. خدافظ.